آقای صابر بفرمایید. آقای انصاری، در مورد این کلیپی که از کردها پخش می‌کردید خواستم صحبت کنم. این کلیپ ما قبلا تو شبکه‌های اجتماعی دیدیم. آخر چجوری یک کرد باورش میشه در گذشته خواهرش با برادرش ازدواج کرده؟ خب این حقیقته عزیزم. آقا عبدالله عزیز، ببینید شما میخواید تاریخ این کار بکنید. در ایران میبینیم که همون افکار پوسیده کمونیستی هنوز هم متاسفانه در بین بعضی از این گروه ها وجود داره که هنوز هم دارن همون شعارهای پوسیده کمونیستی رو میدن. آیا شما نگفتین نه تفکر پوسیده کمونیستی دارن؟ نگفتین واقعیتیه که با خواهر و برادرشون ازدواج میکردن؟ در ایران قبل از اسلام این کار بوده. حالا شما منکرید، خب منکر باش، سرتو بزن به دیوار، این مشکل شماست. صابر جان شما کردید، شما کردید. آقای صابر ببینید شما حرف احمقانه نزنید که مردم بهتون بخندن. آقای صابر در ایران قبل از اسلام، من الان رو هولدت میذارم که کمی آروم بگیری، گوش کن حرف منو، صداتو بستم، گوش کن بعد مثل آدم صحبت بکن. آقای محترم این حقیقت هست، شما قبول نداری سرتو بزن به دیوار، این مشکل شماست، برو خودتو علاج بکن، خودتو به روانشناس برو معرفی بکن، این مشکل شماست. خب اینو که هندوام میگن، اینو که یهودیان میگن، اینو مسیحیان میگن، بودایی هم همینو میگن. حالا شدیم یهودی آقا جان دیگه کم توهین بکن، حالا شدیم یهودی و خب شما برو دنبال کارت بگردین، برو هیزم جمع بکن در کوبازو. شما رو چی مونده به اینکه بیاد در مسائل صحبت بکنید؟ برو هیزم جمع بکن در کوبازو. شما رو چی مونده به اینکه بیاد در مسائل صحبت بکنید؟ شما برو دنبال کارت بگردین، برو هیزم جمع بکن در کوبازو. شما رو چی مونده به اینکه بیاد در مسائل صحبت بکنید؟